این ویدیو به درخواست شما داره ضبط میشه، شمایی که مو داری و موی سپیدی داری. احتمالا من که مو ندارم. خیلی زیاد درخواست داشتین. این آهنگ و نوتش رو نوشتم، عکسش رو توی کانال تلگرام گذاشتم. میخوایم بریم با هم دیگه مثل همیشه تیکه به تیکه، قدم به قدم بزنیمش و صفا کنیم. درود، من رضام، اینجا کانال یوتیوب منه. توی این ویدیو میخوایم آهنگ آشنا، زیبا و خاطر انگیز موی سپید از اکبر گلپایگانی رو با هم دیگه کار بکنیم، معروف به گلپا، مرد حنجره طلایی. آهنگساز و ترانه‌سرای این آهنگم مثل ویدیو قبلی، آهنگ قبلی حرفای قشنگ مستی، جهانبخش پازوکیه. این اتفاقی بود، خودم بعدا متوجه شدم. حالا توی دستگاه شور این آهنگ و من توی شور ر برات نوتشو نوشتم، عکسشو توی کانال تلگرام گذاشتم. رفتی برداشتی عکس، اومدی اینجا نشستی، سازتو دو سل ر با من کوک کردی، این دو، این سل، اینم ر. می کرون داریم تو سرکلید، فا، سل، لا، سی بمول، دو، ره. یه جایی توی این آهنگ سی موقتا کرون میشه، بعدش دوباره بمول خواهیم داشتش. پس سرکیل ما سی بمول می کرونه، میزان نما 6/8. ساده مثل همیشه، جمله به جمله، کلمه به کلمه، هجا به هجا. من برات میخونم نوتشو و میزنم، شعرشم سوار میکنیم روش، با هم دیگه آروم آروم پیش میریم جلو. عبارت اولو نگاه کن. با انگشت اولت لا به کارو میگیری، میگی که لا لا ره ره، میزان اول اینه. همه مجرات هم راست. تو ستار هم همین شکلیه. اگه نکته وجود داشته در رابطه با ستار، اونم اضافه میکنم میگم که بعید میدونم داشته باشه. همه مجرات راست بزن، لا لا ره ره. حالا بگو دو سی لا لا. انگوش گذاری رو ببین، فقط از سی به لا یه نونه کوچولو میای عقب. حالا با انگشت سومت بیار سل، بگو سل فا می. این می هم می کرون رو میتونی ساده، ولی خب ما قبلا یاد گرفتیم هر نوتی که دیدیم اسم کرون روش اومده و کرون شده، خیلی خوب میشه که بهش کمان بزنیم. این شکلی، یعنی یه مضرب بهش میزنی، انگشتتو برمی‌داری که صدای نوت قبلی بیاد، دوباره سری میذاری، همین تو 1 ثانیه. کمان، اسم این تکنیک کمان هستش. رو نوتایی که کرون میشن خیلی خوب میشه که این کارو بکنیم. اوکی. لا لا ره ره دو سی لا لا سل فا می. این سه میزان عبارت اول یا مصرع اول ترانمونه، شعرمونه. میگیم که موی سپید و توی آینه دیدم. یه جواب یک میزانی کوتاه داره که نوشته می فا سل می. به عنوان جواب به این عبارت میزنیم فقط. پس موی سپید و توی آینه دیدم. خیلی خوب، بریم سراغ مصرع بعدی، عبارت بعدی. انگشت اولمون روی نوت سله. سل سل دو دو سی لا سل سل فا می ره. میخوایم اینو بزنیم آروم آروم با هم دیگه بریم. سل سل دو دو سی لا سل سل. از لا به سل با انگشت یکمون فقط آروم میریم عقب. با انگشت سه مثل همون فیگور قبلی دیگه میپریم رو فا. فا می
ره فا می ره. اینجا هم رو می میتونی دوباره کمان رو اجرا بکن، ولی ایستش دیگه رو ره و اگه حس خاتمه ای اینجا موقتا میده، چون که میخواد یه جمع‌بندی بکنه این عبارتو. آهی بلند از ته دل کشیدم. اینجا دوباره یه میزان کوتاه یه جواب داره که میگه لا سی دو ره. این جوابه رو اینجا هم میتونی بزنی، فرق نمیکنه. یا پس چی شد؟ آهی بلند از ته دل کشیدم. خیلی خوب. تقریبا همین ملودی برای بیت بعدی هم میخواد تکرار بشه با یه تفاوت‌های کوچیکی توی کوتاه بلند شدن هجاها، فقط همین. پس میزان یکی مونده به آخر خط دوم میخوایم ادامهش رو بزنیم. این دفعه میخواد بگه چنگ سیاه چنگ سیاه، یعنی لا لا ره ره. این یه فرق کوچیکشه با همون شروع ماجرا. لا لا ره ره دو سی لا لا سول فا می. این 99% همونه. خب اینجا شعر جدیدمون میشه تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز. ببین تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز. دوباره جواب می فا سل می. عبارت بعدی با یه سل سیاه نقطه دار میخواد شروع بشه. ببین سول دو دو سی لا سل سل فا سل سل. که شعرش میشه عقل هیم زد که خودت رو نباز. اینجا دیگه از اون جوابهای کوتاه یک میزانی خبری نیست توی این بخش و میخواد وصل به کلن جمله بعدی. حالا این سه خط اول یه بار یه جمع‌بندی بکنیم، بعدش بریم سراغ جمله بعدیمون. میگه که موی سپیدو توی آینه دیدم، آهی بلند از ته دل کشیدم، تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز، عقل هیم زد که خودت رو نباز. حالا میخواد وصل به جمله معروفش که میگه عشق باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. اینجا یه نوت زینت کوچولو داریم، یعنی اول خط چهارمه، درسته؟ اینجا حالا یه A تا B هم نوشتم، بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. ببین نوشته که لا سول فا سول. این اینجوری خونده میشه عشق باید، یعنی نمیتونی بگی لاه، نمیتونی بگی سوله 100%. اگه بگی عشق باید نمیشه، یا اگه بگی عشق باید نمیشه، یه چیزی مابین این دوتاه. عشق باید. پس اینو با این حالت بزن، مضراب تو روی لا بزن، بعد وقتی یه زدی بلافاصله ورش دار یا بکن اصلا سیمو و روی سول بمون. عشق باید فا 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 سول 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 فا می، پادر میو میکنه، سول 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 فا می. مواظب باش گیجت نکنه این. پس عشق باید پادر میونی کنه، نه سول فا می، همش روی نه سوار میشه. بعدش می فا سول فا، می فا سول فا، یک میزانه که در دو بار تکرار میشه. تا آدم احساس جوونی کنه،
یعنی میف میره به فای اشاره میکنیم. خب دوباره میگه تا آدم احساس جوونی کنه، یعنی دوباره این سمیزان رو رسما اومدم نوشتم می فا سل فا می فا سل فا میف میره. اینجا رسیدیم به بی، نوشته بودیم A تا B. این قسمت قرار دوباره بعداً تکرار بشه. پس لا سول فا سول فا 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 سول 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 فا می فا سول فا می فا سول فا میف میره می فا سول فا می فا سول فا میف میره. عشق باید پا در میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. کل جمله‌ش هم میتونی در جا دوبار تکرار بکنی یا نکنی، به سلیقه خودته، مهم نیست. اینجا یه جوابی میزنه که من دیگه اون جواب رو ننوشتم، میخوره طولانی میشه. وصلش میکنیم به جمله بعدی. اوکی، نوشته ر لا لا لا. این ر رو هم از اینجا یا هم از سیم زرد بالای سل میتونی بگیریش، هر جور که راحتی. ر لا 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 سی. دو لا سل دو لا سل. عجیب که نیست نه؟ ر لا 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 سی دو لا سل. شعرشو بیا همین الان سوار کنیم روش، بعد ادامهشو بگم. میگه که رفته بودم تا مثل یک کبوتر، رفته بودم تا مثل یک کبوتر. جواب یک میزنی سل فا میره، ارکستر بهش جواب میده درارارای. موضوع باش این جوابا رو قاطی نکنی ها، بخوای روشون شعر بذاری. رفته بودم تا مثل یک کبوتر سل فا میره. اوکی، ادامهشو بزنیم. یه ر سیاه نقطه داره. ر لا 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 سی دوس لا سول. میخوایم اینو بزنیم. ر لا 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 سی. اینجا دوس لا سول، از دو به سی اشاره میکنیم. پس ر لا 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 سی دوس لا سول. شعرشو بیا اول بخونیم بعد بریم سراغ ادامهش. گفته بود رفته بودم تا مثل یک کبوتر. حالا باز کنم تو آسمون بال و پر، باز کنم تو آسمون بال و پر. جواب نداره، از اون جواب کوتاه نداره، ولی میچسبه به این جمله. دیدم که شوقی ندارم به پرواز. خیلی قشنگه اینجاش. سی 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 سی. دقیقا این سی 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 رو بخش سی، اینجا یه سی تا دی داریم که اینم بعدا قرار تکرار شه. ببین نوشته چنگ سیاه چنگ سیاه سی 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 لا 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 سل سل فا. خیلی هم آسونه. بچه همه اینا رو میتونی یه اکتاف بمتر هم بزنیم. کوکمون دو سل ره دیگه، اینجا فا داریم. خب شعرش میگه دیدم که شوقی ندارم به پرواز. درسته؟ حالا لا
سول 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 فا سول سول. عقل هیم زد که خودت رو نباز. دیدم که شوقی ندارم به پرواز. عقل هیم زد که خودت رو نباز. عشق باید پا در میون میکنه تا آدم احساس جوانی کنه، تا آدم احساس جوانی کنه. چرا اینو دوباره تکرار کردم؟ چون که بعدش نوشتم AB. بعد از اینکه گفتم دیدم که شوقی ندارم به پرواز، عقل هیم زد که خودت رو نباز. AB عشق باید پا در میونی کنه تا آدم احساس جوانی کنه. این میشه AB. اوکی. حالا اینجا یه جوابی باید بزنیم که 5-6 میزانه. اینو اینجا یه خورده فشردم نوشتم که برسیم توی یه صفحه همه نوتشو بنویسیم، 2 صفحه‌ای نشه. این جواب رو نوشتم. معمولا جواب رو نمی‌نویسم ولی نوشتم چون لازمه، چون که میخواد بره توی منطقه دیگه. و مرسی که ویدیو رو لایک میکنی. یادم رفت بگم اینجا سی کرون میشه، اوجشه، اوج آهنگه. میگه که ر دو سی لا، سی کرون، حواست باشه، ر دو سی کرون لا. اینو میتونی یه اکتاف بلندتر هم بزنی. میزانه بعدش سکوت، ر دو سی، ر دو سی. اوکی. دوباره ر دو سی لا. پس چی شد؟ این سه میزان میگه ر دو سی لا بم، ر دو سی، ر دو سی لا. این جواب چیزی که ارکستر اونجا زده من نوشتم دارم الان بهت میگم. بعدش میگه دو سی لا سول، لا سی دو سی لا، دو سی لا سول. میخوایم اینو بزنیم. آروم بزن، دو سی لا سول، سکوت، لا سی دو سی لا، دور دو سی لا سول. 6 میزانه. 3 میزان دومش پس اینجوری شد. مجموعاً این جواب رو یه بار برات بزنم. این 6 میزانه که میزنی یه پل ارتباطی بین اون چیزایی که قبلش داشتی میزدی تو مود و تو حالتی که بودی. حالا میخواد بره تو اوج که اینجا داره اتفاق میفته، دقیقا تو همین منطقه است. میگه که رفتم که با شادی و سازش کنم، گل‌های گلدون و نوازش کنم. بریم بزنیمش با هم دیگه. من همچنان دیدی صدام خوب نشده بعد از اون سرماخوردگی، نمیدونم با چی کار کنم. میگه که ر ر ر ر. بعد از من آروم آروم تکرار کن. دور دو دو دو. بعدش سی کرون، سید سی لا. از سی به دوی اشاره میکنی دیگه با تأخیر ولی محکم. خب ببین خطی که مونده با آخریم، 3 میزان اولش ر ر ر ر، دور دو دو دو، سید سی لا. رفتم که با شادی و سازش کنم، رفتم که با شادی و سازش کنم. حالا دو 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 دو، سی 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 سی، لاس لا سول. سی همچنان کرونه، نگم دیگه بهت. کلا تو این دو خط سی کرونه.
دو 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 سی 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 لاس لاس سول. گل های گل دوم و نوازش کنم. رفتم که با شادی و سازش کنم. گل های گل دوم نوازش کنم. یه جواب کوتاه یک میزانی داریم. نارارارای لا سی لا سول. آخرین میزان خطی یکی مونده به آخره. زیرش هم نوشتم جواب که قاطی نکنی. لا سی کرون لا سول. این همین جمله رو تقریبا میخواد بزنه با یه سری تفاوت‌های کوچیک برای کوتاه بلند شدن هجاها. ر ر ر ر اینجا دیگه شده سیاه، چنگ چنگ سیاه. تفاوتش اینجور چیزاییه. مثلا ر ر ر ر دور دو 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 سی سی لا. شعر ولی عوض شده. میخواد بگه از دل بی حوصله غمگین شدم. از دل بی حوصله غمگین شدم. اوکی؟ دو 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 سی 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 لاس لاس سول. اینجاش دقیقا شبیه به همون خط بالاییه. آره که میگه تشنه دلداری و تسکین شدم. تشنه دلداری و تسکین شدم. پس از دل بی حوصله غمگین شدم. تشنه دلداری و تسکین شدم. سی تا دی اینجا قراره تکرار شه و از این فرمول استفاده میکنه برای فرود کردن و برگشتن. کدوم فرمول؟ تکرار کردن یک بخش آشنا از توی دل خود همون آهنگ. یعنی نمیاد دوباره برای فرود کردنش یه استراتژی جدید بچینه و دوباره یه تم جدید بیاره و هی شنونده رو بیشتر گیج بکنه. یعنی دیگه گفت آقا این دیگه بسته، این دیگه آخرین ملودیه که دارم میگم دیگه. بر از این از تمای تکراری استفاده میکنم. این تکرارها کلن باعث ماندگاری اینجور کارا میشن. در مرحله اول که کلن اصالت کار، اصلا این که سیستم داره قشنگ تو دستگاه شور میدونسته داره چی کار میکنه، این اصالت باعث ماندگاری شده و خیلی جای بحث داره. نمیخوام زیاد طولانی بشه. ببین مثلا اومده شور رو انتخاب کرده ولی از محور اصلی شور، اگه یاد باشه تو شناخت دستگاه شور راجبش صحبت کردیم که گفتم آهنگای عام پسند تو محور اصلی هن. خیلی نمیرن به شهناز، سلمک، قرچه، رضوی، حسینی. اصلا نمیبینی که یه همچین مودایی رو بسازن تو ترانه ها و تصنیف هایی که عام پسند شدن تو کوچه بازار بودن. انگار که درکش برای مردم خیلی ساده تر بوده. تو محور اصلی فقط حرکت میکنه. لاکورونی تو ندیدی، شوره. تو قاعدتا تو درجه 4 و 5 باید همیشه تو هر شوری بین 4 و 5 بازی اتفاق بیفته. رو درجه 5 کرون بشه، سلمک بشنوی، قرچه بشنوی، شهناز بشنوی. ولی تو آهنگای عام پسند اتفاق نمیفته. ببین نمیشنوی همچین حالتاییو. لا کلن به کار بود و تو محور اصلی گردش داره. رو درجه 6 که تو سیستم ردیفی خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، اتفاقا تو اینجور آهنگای کوچه بازاری خیلی زیاد بهش اهمیت داده میشه. این درجه 6 این و اتفاقا از همین درجه استفاده میکنه و من و تو هم دقیقا میگیم بهترین جای آهنگش اینجاست و چقدر زیباه، در صورتی که یه نوتیه که تو ردیف خیلی زیاد بهش پرداخته نشده. بعد از اینکه اوجر خوند و سی کرون و اینا رو باش بازی کرد و یه حس هجوم تهاجمی و اینا داشت، یهو میزنه به یه تم تکراری که
باش خاطره داری، تو همون آهنگ برات ساخته و میگه که دیدم که شوقی ندارم به پرواز. البته شعرش رو عوض میکنه، میگه تا زیر لب شکر رو کردم آغاز. ببین شعر جدیده ولی همون لحظه آنی باش ارتباط میگیری. چرا؟ چون که قبلا ملودیشو بهت داده، همین 2 دقیقه پیشش ملودیشو بهت داده و تو حفظی اون ملودی رو، روی اون ملودی تکراری میاد یهوی شعر جدید میذاره و به واسطه این ابزار فرود میکنه به جایی که بوده و اصلا احساس نمیکنی که شعر جدیدی داره خونده میشه، هیچ چیزی تو ذوقت نمیزنه. تا زیر لب شکر رو کردم آغاز، همون ملودی که اول خط، یعنی بخش سی قبلا گفته بودیم دیدم که شوقی ندارم به پرواز، اینجا شد تا زیر لب شکر رو کردم آغاز. ولی اینجاش تکراریه، عقل هیم زد که خودت رو نباز. ما میدونیم که توی سی تا دی ای بی هم داخلش وجود داره، پس عشق باید قدر میونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. خب بعد از که اینم خوند و یه بارم کلن میره از اول، موی سپید و توی آینه دیدم. الان دیگه کاملا انتهای آهنگ میاد ضربه نهایی رو میزنه و یه کار میکنه که این آهنگ اگه یک بارم میشنویش برای اولین بار تو ذهنت بمونه. استفاده درست، هوشمندانه و دقیق از تکرار. میاد دوباره تکرار میکنه تا آخر خط، تا آخر بی، خط پنجم، و اونجا روی اون ر تمامش میکنه تصنیفو، آهنگو، تصنیفو کات.